برنامه پیش از انتخاباتی من از تشبس‌های سازنده اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، رئیس معظم حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان محترم امام علی رحمان، استراتژی، کنسپسیا و برنامه‌های دولتی، منطقوی، ساحوی، برنامه پیش از انتخاباتی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان برای سالهای 2025-2030 سرچشمه گرفته برای تطبیق مسئولیت شهروند در نزد جامعه و دولت، تأسیس زمینه مساعد قانونگذاری برای تأمین زندگی شایسته اهالی کشور، پیگیری فعالیت سازنده و آبادانی کشور روانه گشته چنین سمت‌های اساسی را فرا می‌گیرد. در سمت تحکیم بخشیدن آزادی و استقلال، وحدت و یگانگی و ثبات و امنیت در جامعه، اندیشیدن تدبیرهای سودمند جهت حفظ و تحکیم خودشناسی و خودآگاهی ملی، حس وطندوستی و وطنداری و معرفت سیاسی و حقوقی اهالی کشور، سهمگذاری بهر تکمیل منبعد قانونگذاری جمهوری تاجیکستان آید به پیشگیری و مقاومت به اکستریمیسم و تروریسم، اندیشیدن چاره‌های مؤثر جهت پیشگیری از تعصب و خرافات، مساعدت بهر حمایت و تبلیغ ارزش‌های ملی، ارزش‌گذاری به زبان دولتی و مقدسات ملی، تلاش‌های سازنده برای بلند برداشتن سطح معرفت سیاسی شهروندان، احترام به ارزش‌های دموکراتی، سهم گذاشتن برای تأمین حقوق و آزادی‌های انسان و شهروند، دقت اولین درجه ظاهر نمودن به مسئله‌های نائل‌شوی به هدف‌های استراتژی پیش‌بینی شده با راه تحکیم بخشیدن وحدت ملی، صلح و آرامی، ثبات و استواری جامعه و ترتیب و نظام جمعیتی. در بخش سیاست اقتصادی، تلاش‌های سازنده و مساعدت همه‌جانبه برای رشد باثبات و ساحه‌های اقتصاد کشور توسط تکمیل قانونگذاری ساحه، همچون سمت افضلیت‌ناک و اولین درجه سفربر نمودن نیرو و ملکه برای تطبیق هدف‌های استراتژی کشور، از جمله تأمین شغل پرمحصول، صنعت‌کنی با سرعت کشور، مساعدت برای تأسیس نظام حسابات‌دهی شفاف، فعالیت مقامات دولتی مرکزی و محلی و با این وسیله مرحله به مرحله جاری نمودن اقتصاد رقمی در ساحه‌های گوناگون اقتصاد ملی، مساعدت برای تأمین رشد استوار اقتصاد کشور، تأسیس کارخانه و کارگاه‌های استحصالی و خدمت‌رسانی با جایهای نوی کاری بخصوص در سطح دهات، اندیشیدن تدبیرهای سودمند جهت بلند برداشتن اقتدار صادراتی کشور بخصوص محصولات کشاورزی در محل دهات، اندیشیدن تدبیرها جهت دستگیری بخش خصوصی مخصوصاً کارکرد محصولات کشاورزی در داخل کشور، سهم گذاشتن در تکمیل قانونگذاری مربوط به رشد بخش خصوصی، مساعدت برای تطبیق برنامه کبودی‌زارکنی در سطح محل، سهمگذاری برای کاهش دادن عاقبت‌های تغییر آبی اقلیم توسط تکمیل قانونگذاری ساحوی، توسعه اقتصاد سبز در اساس پرینسیپ‌های بین المللی. در بخش سیاست اجتماعی از جمله معارف، فرهنگ، مساعدت بهر تأسیس انفراستراکچور اجتماعی از جمله مؤسسه‌های نظام معارف و فرهنگ در دهات توسط تقویت شریکی بخش خصوصی و دولت، مساعدت برای کسب آموزی و زبان آموزی فراگیری اهالی کشور بخصوص زنان، جوانان و شخصان دارای امکانیت‌های محدود در محل‌ها توسط جلب کارفرمایان
و اندیشیدن چاره‌ها برای شغل دائمی آنها. سهم گذاشتن در تکمیل نظام قانونگذاری در ساحه‌های مهنت و شغل اهالی، معیاربندی مهنت طبق طلبات بین المللی، مساعدت برای تقویت شریکی اجتماعی در سمت مناسبت‌های مهنتی، بازار مهنت و شغل اهالی، مساعدت برای رشد ساحه هنرمندی در سطح محل، راه اندازی تدبیرها جهت احیای کسب و هنرهای از بین رفته مردمی، سهم گذاشتن برای تکمیل قانونگذاری جهت کاهش دادن شغل بقید گرفته نشده غیر رسمی، مساعدت برای فراهم آوردن شرایط مساعد جهت اشتراک فعالانه زنان و دختران در حیات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و بلند برداشتن موقع زنان در جامعه. در بخش سیاست جوانان و ورزش، اندیشیدن تدبیرهای سودمند در سمت جلب جوانان به کارهای علمی و اختراعکاری اینوواسیونی با در نظر داشت استفاده ثمرناک تکنولوژی‌های اطلاعاتی و کمونیکاسیونی، سهم گذاشتن در سمت پست کردن سطح بیکاری، پیشگیری کردن ظهورات نامطلوب در بین جوانان و ویرانشوی عائله‌های جوان، مساعدت برای جلب بیشتر صاحبکاران و تشبثکاران وطنی به بنیاد و از نوسازی انشاءات‌های ورزشی. در بخش تکمیل قانونگذاری، تحکیم قانونیت و بالا بردن معرفت حقوقی اهالی، سهم گذاشتن در تکمیل قانونگذاری جهت تحکیم استقلال دولتی، وحدت و امنیت ملی، ثبات سیاسی و یگانگی تاجیکستان، اندیشیدن تدبیرهای سودمند جهت بلند برداشتن سطح معرفت حقوقی شهروندان در سمت مقاومت با کروپسیا و در این زمینه فراهم آوردن شرایط آشتی ناپذیر نسبت به پدیده کروپسیا میان جامعه. در صورت وکیل مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان انتخاب گردیدنم، تمام ملکه و نیروی خود را برای رشد استوار اقتصادی و بهتر شدن زندگی مردم کشور سفربر می نمایم.